یه دریچه داره که این دریچه رو اینا قادر هستن که بیان جلو این تلسکوپ ببندن که هیچ اکس ری دیگه وارد این نشه. و میبینید تیپر هست، بدنه این تلسکوپ از بزرگ شروع شده به استوانه و رفته به آخرش یه خورده قطرش کوچکتره، بنابراین اکسترایی که از بالا وارد این میشن میخورن به بدنه این استوانه، میرن در ته، در اونجا متمرکز میشن و در اونجاست که ما عکسی میتونیم از اکسری از این چندرا بگیریم. حالا این چندرا کجا هست در فضا؟ این تلسکوپ اکسری چندرا برعکس تلسکوپ فضایی هابل که مثلا در 300 مایلی سطح زمین داره، به دور زمین هر 90 دقیقه یک بار میگرده، این تلسکوپ از اونجایی که به دور زمین یک جایی هست که بهش میگن ون آلن بلتس و در اونجا ریدییشن خیلی زیادی هست، این تلسکوپ میاد از نزدیکی های سطح زمین در حدود 600 مایل میره بالا تا اون طرف مدار ماه، میره در اونجا خیلی بالا میره برمیگرده تا میاد و وسط راه اینجا هست که فضا هست که دیگه نه جو و نه هیچی، در اونجا هست که بیشتر عکس هایی که میگیره رو میتونه که در بگیره در فضا. همون کارهایی که ما با هابل میکنیم با اینم باید بکنیم. داخلش جایروسکوپ هست و همین که این داره حرکت میکنه اگه بخوایم از یک نقطه ایکس بگیریم باید یه جوری باشه که این دهنه این تلسکوپ همیشه به طرف همون یک نقطه در آسمان باشه. و من یک نقطه در آسمان دارم صحبت میکنم واقعا دارم راجع به یک نقطه فقط صحبت میکنم و نه درباره یک جایی که چندین مایل مثلا قطرشه یا این اون. یک نقطه هست در فضا، مثلا شما اگر یه 10 سنتی رو بگیرید در نمیدونم 60 یاردی خودتون این 10 سنتی رو نگه دارید، بزرگیش چقدره؟ درست همون اندازه اینا باید نگاه بکنه. و حرکت حرکت چندرا هم باید یک جوری باشه که متمرکز باشه به اونجا. این به قدری این تلسکوپ کارش مهم است که خود یک اینستیتوتی هست که فقط کارش اینه که با این تلسکوپ کار بکنه و عکس‌هایی از فضا بگیره. و در ضمن بهتون بگم اطلاعاتی که از این چندرا اسپیس تلسکوپ ما گرفتیم، اکسری تلسکوپ ما به دست آوردیم در عرض این 20 سال مثلا که اینو فرستادن، در 20 سالی هست که این چندرا رو فرستادن. چندرا رو بعد از هابل فرستادن، چندین سال بعد از هابل فرستادن. تو کتاب شگفتی‌های جهان اگمونم آره عکس این تلسکوپ گذاشته، یا تو کتاب اسرار کائنات در یکی از این دوتا این عکس هست. خوبی اینه که کتابای منو داشته باشید، اینه که اگه برید نگاه بکنید این عکس‌ها رو میدونید ببینید، وقتی من میگم کدومه فوراً میتونید برید اونجا در بیارید و جلو خودتون داشته باشید و ببینید. حالا چیزی که این تلسکوپ میبینه کاملا فرق میکنه با اون چیزی که تلسکوپ‌های دیگه میبینن. ما دربارش صحبت کردیم، تلسکوپ نوری یا مثلا تلسکوپ مادون قرمز و فلان و بیسار و این اون. حالا میخوام براتون چند تا عکس نشون بدم از این تلسکوپ هایی که گرفته شده. حالا خواهش میکنم که شماره 8 رو بذار. این شماره 8 رو شما نگاه کنید ببینید. این شماره 8 یک جایی هست در آسمان که همتون میدونید که بهش میگیم عقرب. اوکی، این یک جایی بود، یک جایی هست که در 450-500 سال پیش، این عکس در کتاب اسرار کائنات بخش 1 هست. بالا طرف دست چپ این عکسی است که ما اگر چنانچه با تلسکوپ هابل اونجا رو نگاه کنیم میبینیم. تا 500-600 سال پیش بود اینجورا یه دفعه تو آسمون یه روز یه ستاره پیدا شد. اون موقعی بود که یک انفجار عظیم اختری در کهکشان راه شیری به وجود اومد، یک ستاره منفجر شد و این شروع کرد به درخشیدن در آسمان و تا تقریبا 4-5 روز حتی در روز هم این ستاره هنوز میدرخشید. به اون میگن چینی ها البته اینو ضبطش کردن، ایرانی ها هم اینو میدیدن و اسطوره‌های ایرانی هم در کتاب‌ها و اینهای خودشون دیده بودن. اگه ما اون نقطه‌ای که اون موقع
500 600 سال پیش که این معلوم شد که این ستاره به وجود آمد. یعنی اون ستاره که به وجود ستاره مرد و وقتی که مرد همه چیزهایی که داخل ستاره به فضا پرتاب شد و این شروع کرد به گسترش پیدا کردن که هنوزم که من دارم با شما صحبت می‌کنم در حال گسترشه. اینجا 4 تا عکس مختلف دارید می‌بینید شما که اینو با 4 تا تلسکوپ مختلف از اون نقطه عکس گرفتیم. بالا طرف دست راست اون که سبز و اینا هست اون آپتیکاله، با تلسکوپ‌های معمولی، تلسکوپ هابل یا تلسکوپ‌های معمولی دیدیم. پایین زیر اون عکسی که چی بهش میگن عنابیه، پایین زیر اون که نوشته آپتیکال اونجا رادیوس. اگه با یکی از این رادیو تلسکوپ‌ها اونجا رو نگاه بکنید و اطلاعاتی که به دست بیارید به صورت عکس در بیارید با اون دستگاه مخصوصی که دارن اینجوری میبینید. پایین طرف دست چپ اینفرارد، فقط گرماشو میتونید ببینید. این میبینید قرمزی، این فقط گرمایی است که ما میتونیم حس بکنیم از اون جایی که الان این ابر هست. اوکی؟ بالا طرف دست چپ هم ایکس ریه. ملاحظه بکنید که ایکس ری خیلی فرق داره تا بقیه. یک جایی داره قرمز، معذرت میخوام، البته همه رنگش یکه، ولی یک جایی که تقریبا سیرکولره که اون داره نشون میده که اجرامی هستن که دارن اونجا در یک حوزه مغناطیسی تله افتادن و دارن به دور خودشون میگردن. جلوش یعنی از طرف بالاش داره یک چیزی میاد بیرون، یک تشعشعاتی میرید بیرون، همون اون از طرف بیرون هم داره میره که این از قطب شمال و قطب جنوب ستاره بود که اینا دارن میمدن بیرون. اطلاعاتی که این ایکس ری به ما میده خیلی خیلی بیشتر از اطلاعاتی است که چه آپتیکال چه رادیو چه اینفرارد به ما بده. و این البته که از این صحابیایی هست که خیلی زیاد اتوده شده، دربارش پژوهش شده. اینو نشونتون دادم که ببینید که چقدر فرق میکنه از اینی که ما با چه چشمی به این اجرام فضایی نگاه بکنیم. در ضمن بهتون بگم به قدری مهم شدن همه از موقعی که عصر فضا شروع شد و ما میتونستیم به تلسکوپ و اینا بفرستیم به فضا. الان در همه این بخش ها ما تلسکوپ داریم در فضا. بعضی از این تلسکوپ ها هم فرستادیم، بعد از 1-2 سال از کار افتادن دوباره یکی دیگه فرستادیم. مثلا اون تلسکوپ هایی که دربارش صحبت می‌کنم گاما ری رو مثلا میتونن ببینن. ایکس ری فقط یکی فرستادیم، نور رو فقط یه دونه فرستادیم که هابل. کوبی مال اینفرارد رو 3 تا فرستادیم تا حالا، 2 تا ویلکنسن فرستادن، یه دونه هم کوبی. رادیو هم که اصلا در فضا نباید بفرستیم، در سطح زمین فراوونه. از استرالیا بگید چه در آمریکا هست. یه چیزی هم بهتون بگم، یه جایی هست در استرالیا اونجا رادیو تلسکوپ دارن. اینجا تو محاویدزات هم رادیو تلسکوپ داریم. اوکی؟ اینا گاهی اوقات کوردینیت میکنن، این دو تا رو با هم دیگه وصل میکنن. یه جایی هست در اسپانیا. اوکی؟ اینا رو به هم دیگه وصل میکنن، این ستاره که ما در هر آن واحد میتونیم که همه جای کائنات رو چه بالا و پایین و اون طرف زمین و این طرف زمین رو بتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم. این واسه چی خوبه؟ این واسه این خوبه که وقتی ساتلایتی هست که داره به دور زمین میره، یا اینکه مثلا ما که میرفتیم کره ما، وقتی که ما اون طرف زمینه و ما این طرف زمین هستیم، دیگه چیزی که به ما نمیرسید رادیوش، که اون رادیو رو کجا میگیره؟ تو استرالیا اون رادیو رو گوش میکنن و با لند لاین از طرف زمین اینو میفرستن به اینجا به جی پی ال که اینا بتونن صداهای اینها رو بفهمن. اینجور تلسکوپ هم داریم. این چیزی که شما الان دارید میبینید، این برنامه تلویزیونی که شما الان دارید میبینید، نتیجه 3 تا ساتلایتی که به دور زمین دارن میگردن و اینا با هم دیگه مخابره دارن میکنن. حالا مثل اینکه برنامه ما تموم شد، کویکلی من میخوام ببین پشت سر هم شماره 9 نه شماره 10 و بذار. یک همه به کهکشان اندرومدا آشنایی داریم. این نزدیکترین کهکشان بزرگی است که مثل کهکشان راه شیری که با ما هست، 3 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. اوکی؟ ما اینو در 4 تا عکس های مختلف، در این 4 تا فرکانس های مختلف که ما از این عکس بگیریم، اینطوری که به ترتیب من این عکس ها رو براتون میذارم
میتونیم بذاریم. اول پایین طرف دست چپ رو بذار. اوکی. این این اندرومداست با نور معمولی. وقتی نگاه بکنیم اندرومدا رو اینجوری میذاریم. بالا شماره 11 رو بذار. این آلتراوایلته. اوکی. اینی که اینجا میبینید این با آلتراوایلته. حالا شماره 12 رو بذار. این اینفرارده. ببینید کاملا فرق میکنه قیافش. این که اینفرارده به خوبی قسمت‌های داغ رو نشون میده. مثلا مرکزش که اون حفره سیاه خیلی بزرگ هست اونو در اونجا به خوبی میبینید. حالا از همه اینا سرپرایزینگ تر بعدی رو بذار. بعدی این چیز اینم با لایته. اونو وردار 14 رو بذار. اینه که میبینید این تلسکوپی است که تلسکوپ چندرا اکس ری از اندرومدا گرفته. تنها چیزی که در اونجا میبینه حفره‌های سیاهی است که در اندرومدا هست. اون قسمتی که در وسط میبینید یه چیز خیلی آبی هست و اون سوپر ماسیو بلک هولی هست که در وسط اندرومدا هست و اون نقطه های هر نقطه روشنی که به دورش میبینید اونا همه حفره‌های سیاه هستن. به غیر از اون هیچ چیز دیگه ای نمیبینید. بنابراین ببینید که وقتی که ما با نور اکس ری نگاه میکنیم چقدر اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. تو هیچ کدوم اون عکس‌های قبلی شما این حفره‌های سیاه رو نمیتونستید ببینید. فقط و فقط با اکس ری میتونید ببینید. خب حالا برنامه امروز که تموم شد. دفعه دیگه یک دونه دیگه فقط مونده، اونم گاما ریه. دفعه دیگه درباره گاما ری که داستان خیلی خوبی داره که اصلا چطور ما اینها رو تونستیم که ببینیم، پیدا بکنیم که هستن. درباره گاما ری صحبت میکنم یک 7-8 دقیقه. بعداً شروع میکنم به عکس‌های خیلی جالبی که تلسکوپ فضایی هابل در عرض این در 15 سال تونسته از فضا بگیره. اونا رو یکی یکی من پشت سر هم براتون نشون میدم. بنابراین بیاید و یک شو خیلی عالی، تصاویر خیلی خوبی. منو زیاد نمیبینید ولی این عکس‌ها رو همه رو میتونید ببینید که چه اجرامی در این کائنات وجود دارن. تا هفته دیگه پیس.